حالشو داری به جای اینکه بری داروخونه قرصای مکمل شیمیایی بخری اینا رو خودت درست کنی؟ پس حتما این کلیپ رو ببین. اولیش جینجر شات یا همون شات زنجبیله. تند و غلیظه، واسه تقویت سیستم ایمنی و بهبود گوارش و کاهش التهاب عالیه. چی میخواد؟ 2 تا پرتقال، 2 تا لیمو، زنجبیل، زردچوبه، فلفل سیاه، 2 لیوان آب. همه رو با هم میکس میکنی، از صافی رد میکنی. بعدش بیتروت شات یا شات چغندره. لوله بازکن عروق، ضد سکته است، خون رسانی رو بهتر میکنه و سموم رو از بدنت میریزه بیرون. چی میخواد؟ 2 تا سیب، 2 تا لبو، 2 تا هویج، 1 لیوان آب. همه رو با هم میکس کن، از صافی رد کن. بعدیش که سومیه گرین شات یا شات سبز سلامتیه. انرژی بخشه، سمزدایی قوی داره، یکم تلخه چون کرفس داره. چی میخواد؟ 5 تا سیب سبز، 4 تا خیار، 4 تا ساقه کرفس، 1 دونه لیمو، 1 تیکه زنجبیل. همه رو با هم میکس کن و از صافی رد کن و بریز تو ظرف. اما چهارمیش اورنج شات یا شات پرتقاله. سرشار از ویتامین سی و آنتی اکسیدان، سپر طبیعی در برابر ویروس هاست. 8 تا هویج، 6 تا پرتقال، 1 تیکه زنجبیل. اینا میکس کن و از صافی رد کن. بهترین زمان نگهداریش 3 تا 5 روزه. میتونی فریزش هم کنی و بهترین زمان مصرفش هم صبح ناشتاست. نوش جونتون. پیج زیتونی ما رو یادتون نره.